زمستون بود. هوا یه بوی خاصی داشت. شبیه ته بارون روی آسفالت. نفس کشیدن توی این خیابون خلوت برای ماهرخ سنگین بود. 30 ساله، تنها، بعد از یک رابطه طولانی که تموم شده بود، بدون هیچ چرایی درست حسابی. خونش سوت و کور، یه مبل خاکستری، یه گلدون خشک شده، یه لیوان نصفه قهوه که همیشه سرد میمون. همه چیز کند شده بود. صبح دیر بیدار میشد، به زور لقمه میخورد و زل میزد به سقف. نه دوستی، نه خانواده‌ای که بفهمه ته دلش چی میگذره. فقط یه جمله بی صدا که تو ذهنش تکرار میشد: چی ازم مونده؟ تا یه شب که بیخوابی کلافش کرده بود بلند شد. نشست روبروی آینه و یهو زد زیر گریه. اما این بار فرق داشت. گریهش خالی نبود. انگار داشت خاکسترها رو میشست تا یه چیز تازه بیرون بزنه. اون شب تا صبح نوشت. از خودش، از دردش، از چیزایی که دوست داشت ولی همیشه عقب انداخته بود. صبح که شد، نور نازک خورشید افتاده بود روی صورتش. یه صدای کوچیک تو دلش گفت: اگه خودم رو نمیگیرم کی قراره نجاتم بده؟ از فردا شروع کرد. نه با کارهای بزرگ، با مرتب کردن خونه، با زنده کردن همون گلدون خشک، با درست کردن صبحونه‌ای که فقط برای خودش بود. بعد یادداشت‌های کوچیکی از حسا توی یک صفحه ناشناس منتشر کرد. نه کسی میدونست کیه، نه دنبال دیده شدن بود. ولی نوشته‌هاش صادق بودن. تلخ، واقعی، اما تهش یه چیزی برق میزد. آدم‌ها پیداش کردن. دونه دونه، مثل چراغ‌هایی که توی تاریکی روشن میشن. 3 سال گذشت. حالا 33 سال است. توی همون خونه نقلی، با همون مبل خاکستری، ولی یه گلدون سبز که پر از برگ‌های تازه است. یه لپتاپ، یه فنجون چای دارچین و قلبی که دیگه از شکستن نمی‌ترسه. گاهی هنوز غم میاد سراغش، اما حالا بلد شده به غم چای تعارف کنه، نه اینکه ازش فرار کنه. وقتی یکی از دنبال کننده‌هاش براش نوشت: تو نجاتم دادی؟ لبخند زد و نوشت: من اول خودمو نجات دادم. زندگی ممکنه یه جا وا بره، بغلت کنه زمین، اما اگه بخوای حتی از دل خاکم میتونی یه گلدون سبز بسازی. یواش اما محکم.